سلام به دوستان عزیزم. میخوام درباره گل فیلندرون طریق قلم زدنش رو بهتون آموزش بدم. اول کاترمون رو الکلی میکنیم ضد عفونی بشه. بعد شروع میکنیم از جدا میکنیم، از گلدون جدا میکنیم. بعد که جدا کردیم کنار میذاریم. خاکش رو آماده میکنیم. خاکش مخلوطی از خاک برگ، کوکوپیت و کود ورمی، اینا رو به این سه تا خاک رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. کمی کوکوپیت و خاک برگ، کود ورمی، با هم که مخلوط شد، بعد از این کوکه ها کمی تای گلدون میریزیم. بعد شروع میکنیم خاکمون رو داخل گلدون میریزیم. نصف گلدون تقریبا خاک میریزیم. بعد گلمون رو شروع میکنیم به کاشتن. گل فیلندرون رو به دو طریق میشه بکاریم. یکی میشه شاخش رو جدا کنیم، تو آب بذاریم ریشه بده، بعد بکاریم تو گلدون. و میشه همینطوری از گل که تو داخل گلدون که جدا کردیم کلا مستقیم داخل خاک بکاریم. گل فیلندرون از لحاظ نور به نور غیر مستقیم احتیاج داره. اگه برگاش تو آفتاب باشه برگاش حالت سوختگی میگیره و غیر مستقیم باشه خیلی بهتره. و شروع میکنیم به آب دادن. قلم زدنشم که کم بیشتر تو فصل هم بهار باشه خیلی بهتره. بهار تابستون باشه خیلی بهتره. انشالله در ویدیو بعدیمون میتونم با گل‌های خیلی بیشتری آشناتون کنم و قلم زدنش رو بهتون آموزش بدم.